بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. با سلام و تحیت به ملت بزرگ ایران که همواره با حضورشان در صحنه‌های مختلف حافظ تمامیت کشور و استقلال ایران بودند. سلام و درود خدا بر سرداران شهید سپاه اسلام، بر شهدای گمنام، بر شهدای جامعه اطلاعاتی و وزارت اطلاعات. سلام و تحیت الهی بر فرمانده معظم کل قوا که فرماندهی جریان مقاومت در برابر اردوگاه کفر و ظلم و سلطه جریان صهیونی آمریکایی را پیروزمندانه رهبری کردند. دشمن اصلی این ملک و ملت و دین و آیین آن باند جنایتکار حاکم بر فلسطین اشغالی است، بلکه جریانی صهیونیستی آمریکایی که علاوه بر ما دشمن بسیاری از کشورها و ملتها، بلکه دشمن حق و حقیقت و عدالت و دشمن بشریت است. باشگاه سلطه غربی در یک اشتباه محاسباتی مهلک قلاده سگ هار خود را رها کرد تا این بار به ایران عزیز مقتدر سرافراز تهاجم کند. اما این بار با انسجام مردم، با دفاع جانانه و مقتدرانه نیروهای مسلح اسلامی، با جانفشانی های غرور آفرین مدافعان وطن، با فرماندهی مدبرانه و شجاعانه فرماندهی معظم کل قوا و حضور فعال رئیس جمهور محترم و دولت 14 جهانیان شکست و خواری فرزند نامشروع سلطه غربی را دیدند و شادی کردند. من امروز قصد دارم بعدی دیگر از سرشکل رژیم صهیونیستی آمریکایی را بازگو کنم. شکست اطلاعاتی رژیم. وزارت اطلاعات در بیانیه مورخ 20 خرداد دستیابی به یک گنجینه اطلاعاتی از نهانخانه‌های رژیم صهیونیستی و انتقال آن به ایران را اعلام کرد. واقعیت آن است که سربازان گمنام امام زمان طی یکی از پیچیده ترین اقدامات چند لایه اطلاعاتی عملیاتی تا اعماق نهانخانه های رژیم صهیونیستی نفوذ کرده و به اطلاعات پنهان آن رژیم در حوزه‌های مختلف هسته‌ای، نظامی، اطلاعاتی و علمی دست یافتند. امروز صرفاً به بخشی از این اطلاعات اشاره خواهد شد. ماجرا از اینجا آغاز شد. فیلمی که نشان می‌دهد چطور چندین میلیون سند از اطلاعات نظامی و هسته‌ای و داده‌هایی از پروژه مهم تحقیقاتی و مراکز حساس رژیم اشغالگر از درون سرزمین‌های اشغالی خارج شد.
از داخل امنیتی ترین محوطه های هسته‌ای رژیم و مراکز نظامی به شدت محافظت شده به محلهای امن پیش بینی شده و سپس خروج از سرزمین های اشغالی به مقصد تهران. دستگاه اطلاعاتی ایران در طی سالیان گذشته شبکه‌ای از نیروهایی را که در عمیق‌ترین لایه‌های نظامی و امنیتی رژیم فعالیت می‌کنند به استخدام درآورده است. عناصر مهمی از درون رژیم با جمهوری اسلامی ایران همکاری می‌کنند، چرا که حتی آنان نیز به بی‌کفایتی نتانیاهو در حفظ امنیت رژیم خود پی بردند. این بخشی از تلاش سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در وزارت اطلاعات است، در نبردی شبانه روزی برای امنیت و آرامش در ایران و اینک حتی برای امنیت و صلح منطقه و جهان. خبر خروج انبوه سندها و مدارک فوق سری رژیم که تمام شبکه‌های علمی، نظامی و امنیتی حول برنامه تسلیحات اتمی صهیونیست‌ها را افشا می‌کرد. این اسناد مثل بمبی در راهروهای حاکمیت در تل‌آویو منفجر شد. آنها خوب می‌دانستند چه ضربه‌ای دریافت کردند. اطلاعات به روزی که لایه به لایه شبکه‌های افراد و پروژه‌های درگیر ساخت و توسعه بمب اتمی در رژیم را مرئی می‌کرد. اطلاعات به اضافه تمام اطلاعات شخصی و شغلی آنان و تمام روابط آنان با کشورهای دیگر. اسناد گسترده از کمک رژیم آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به برنامه تسلیحات اتمی صهیونیست‌ها و نیز سندهای همکاری محرمانه رژیم با چند کشور دیگر درباره ساخت بمب هسته‌ای تنها بخشی از این اطلاعات است و همچنین لابی رژیم برای جلوگیری از دستیابی کشورهای دیگر حتی برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و درز مکاتبات محرمانه ایران با بعضی از سازمان‌های بین‌المللی به نهادهای امنیتی رژیم و بالاخره همکاری شرکت‌های فناوری و نهادهای دولتی آمریکا در ابعاد گسترده با رژیم صهیونیستی برای ساخت و توسعه بمب هسته‌ای و دانش‌های مرتبط. عملیات بعدی که به غایت پیچیده و حتی بزرگتر بود، پردازش داده‌ها و تبدیل آنها به شبکه‌ای از داده‌های مرتبط و هم شبکه‌ای در هم تنیده که طی تلاش شبانه روزی تحلیلگران و کارشناسان وزارت اطلاعات اینک به یک کلاف تو در تو تبدیل شده است، به شبکه‌ای تار عنکبوتی که دورنمایی از تهدید هولناک رژیم اشغالگر قدس علیه بشریت است. به دلیل ماهیت خاص این داده‌ها تنها بخشی از آنها رونمایی می‌شوند. این شبکه گسترده داده‌ها نه تنها گذشته برنامه تسلیحات اتمی رژیم و تمام شخصیت‌های حقیقی و حقوقی درگیر در آن را افشا می‌کند، بلکه برای مطالعه تحولات آینده نیز کاملاً کارآمد است. شبکه‌ای از داده‌های زنده که حتی در صورت تغییر نیروی انسانی امکان پیشبینی تحولات بعدی را به دست می‌دهد. این عملیات در حالی با موفقیت انجام شد که عوامل اصلی اجرایی و پشتیبان آن در صحت و بدور از تعرض سرویس دشمن کار خود را به پایان رساندند. حتی اگر معدودی از عناصر دخیل در عملیات را شناسایی کرده باشند، این عناصر و سلولها از یکدیگر بیخبر هستند و دستگاه امنیتی رژیم هنوز راهی برای کشف سایر سلولها نیافته است. در لحظه کنونی ساختار نظامی و امنیتی رژیم با مدیریت نالایق نتانیاهو به یک بدن ویروسی تبدیل شده است که باید منتظر وخیم‌تر شدن وضعیت خود شود. انجام حرفه‌ای و هوشمندانه پروژه نفوذ، دستیابی به اسناد سری رژیم، انتقال موفق اسناد، پایگاه‌های از قبل پیش بینی شده صرفاً یک بخش از اقدامات ترکیبی اطلاعاتی عملیاتی مقتدرانه بود. اگرچه گنجینه منتقل شده به داخل کشور شامل میلیون‌ها
صفحه اطلاعات مختلف و متنوع رژیم صهیونیست، اعم از پروژه‌های پیشین و در دست اقدام تسلیحاتی رژیم تبهکار حاکم بر سرزمین‌های اشغالی، پروژه‌های بهسازی و باز فراوری تسلیحات هسته‌ای قدیمی، پروژه‌های مشترک با آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، تمامی ساختار اداری و دستاندرکاران تسلیحات اتمی و محققین، پژوهشگران و مدیران ارشد این پروژه‌های ضد بشری، اسامی محققین و به اصطلاح دانشمندان آمریکایی و اروپایی در پروژه‌های مورد اشاره، آدرس تأسیسات، شرکت‌ها و تمامی همکاران این پروژه‌ها، مأموریت بسیار مهم و پیچیده بعدی سربازان گمنام امام زمان، پردازش اطلاعات و یافتن روابط عناصر و شبکه‌های مختلف انسانی و سازمانی مرتبط با پروژه‌های هسته‌ای رژیم در داخل و خارج سرزمین‌های اشغالی است. کشف روابط عناصر و شبکه‌ها به اندازه پروژه نفوذ و انتقال اطلاعات به داخل کشور اهمیت دارد. داده‌های انبوهی که از داخل سرزمین‌های اشغالی به تهران منتقل شد، اینک به شکل شبکه‌ای در هم تنیده از اطلاعات پردازش شده درآمدند. کهکشانی از نام‌ها، نشانی‌ها، روابط داخلی و خارجی، اسناد، پروژه‌ها و حتی عکس‌ها با یکدیگر مرتبط شدند. این شبکه در هم تنیده حاصل ماه‌ها فعالیت تحلیلگران وزارت اطلاعات است و به خوبی نشان می‌دهد که برنامه اتمی رژیم با برنامه تسلیحاتی گره خورده است. تنها یک واحد اندک از یک خوشه کوچک از اطلاعات این شبکه بزرگ میتواند تصویری از ابعاد عملیات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را در داخل سرزمین‌های اشغالی نشان دهد. اولگ ریوین در نیروگاه اتمی نقب فعالیت می‌کند، یکی از 7 پایگاه اصلی برنامه تسلیحات اتمی رژیم صهیونیستی. اولگ ریوین متخصص نوترونی، دانشمند شیمی معدنی و دارای تخصص کار بر روی مواد میکروسکوپی لیزری است. این تصویر برنامه نوترونی را نشان می‌دهد که اولگ ریوین در آن تخصص پیدا کرده بود. اولگ ریوین روی یک پروژه مشترک کار می‌کند. پروژه مشترک بین پایگاه اتمی نقب در سرزمین اشغال شده و آزمایشگاه ملی لوس آلاموس در آمریکا. نام آزمایشگاه لوس آلاموس با تاریخ تولید بمب اتمی گره خورده است. نخستین بمب‌های هسته‌ای آمریکا که به کشتار مردم هیروشیما و ناکازاکی منجر شد در لوس آلاموس تولید شده بود. برنامه همکاری اولگ ریوین با لوس آلاموس تحت پوشش یک شرکت انجام می‌شود، شرکتی به نام صنایع روتم. روتم را باید مشابه لوس آلاموس در سرزمین‌های اشغالی دانست. تولید قطعات نظامی خاص و شناسایی تشخیص تابش مأموریت‌های فعلی روتم هستند. این برنامه نشان می‌دهد که روتم برای آزمایشگاه اتمی لوس آلاموس در آمریکا یک محموله ارسال کرده است. محموله نمونه مواد شیمیایی مرتبط با برنامه تسلیحات اتمی رژیم اشغالگر قدس. همکاری بین لوس آلاموس و رژیم اشغالگر شامل قرارداد تولید و آزمایش بمب در مقیاس آزمایشگاهی می شود.
آزمایش هایی که با همکاری آمریکا ابتدا در کشورهای آفریقایی انجام شد، اما بعد از افشای این موضوع توسط ماهواره‌های روسی و چینی این آزمایش ها به آمریکا منتقل شد تا تحت پوشش آزمایش های اتمی رژیم آمریکا پنهان شود. این نام ها مشخصات و چهره های هیئت صهیونیستی است که در سال 2018 برای پیشبرد همین پروژه های مشترک در لس آلاموس مستقر شدند. یکی از اساتید اولگ ریوین، ایلات کاسپی، به طور مستقیم با لس آلاموس در ارتباط است و صنایع روتم عملاً تحت نظر او قرار دارد. نقش ایلات کاسپی در زمینه فعالیت تسلیحات اتمی رژیم قابل توجه است. موضوع کار او سنجش میزان و چیدمان مواد در سر جنگی بمب‌های اتمی نوین برای رسیدن به حداکثر میزان انفجار است. در بخش دیگری از این کهکشان داده ها به نام ایال یاهل برمیخوره، از مدیران ارشد مرکز تحقیقاتی اتمی نقب که روی تراش نوترونی و تحلیل تشعشعات اتمی و نیمه هادی ها کار میکند و از عوامل ارتباط بین تولید تسلیحات اتمی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. آزمایشگاه ملی انرژی آمریکا در لیورمور کالیفرنیا و آزمایشگاه هسته‌ای لس آلاموس از مراکزی هستند که با یاهل همکاری می کند. اما یوناتان الباس، متولد مارس 1977، رئیس بخش تحقیقات پیشرفته سازمان انرژی اتمی رژیم است که روی تحلیل تشعشعات هسته‌ای و کنترل و بهینه‌سازی کیفیت تسلیحات اتمی کار می کند. یاهل و الباز هر دو به الازار سارید مرتبطند که تخصص او بمب‌های اتمی نوین است. افزایش چگالی پلاسمای بمب اتمی در واکنش گداخت هسته‌ای و تولید زیرساخت آزمایش کیفیت سلاح‌های اتمی از مهمترین تخصص‌های اوست. ران اشکنازی، متولد 1974 نیز یکی دیگر از همکاران رژیم در تولید سلاح کشتار جمعی است. این عضو ارشد سازمان انرژی اتمی رژیم با بنیادهایی چون وایزمن همکاری می کند. بنیاد وایزمن از بنیادهای دستاندرکار در تولید سلاح کشتار جمعی در جریان حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران منهدم شد. اما هیچ کس نمی‌دانست نقش اصلی وایزمن در تولید تسلیحات چیست. نام‌ها و چهره‌هایی چون اولگ ریوین، ایلات کاسپی، ایال یاهل، یوناتان الباس، الازار سارید و ران اشکنازی تنها بخشی از دانشمند صهیونیست فعال در برنامه تسلیحات اتمی رژیم هستند که اینک برای اقدامات آینده در دستان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. همچنان که در ابتدای این برنامه عرض کردم، در مرحله فعلی صرفاً بخش اندکی از میلیون‌ها صفحه اطلاعات به دست آمده از رژیم صهیونیستی را افشا کردیم. نکته اول، همین بخش اندک صفحه تاریخ پنهانکاری‌های رژیم و حامیانش را ورق زده و به سیاست ابهام هسته‌ای رژیم پایان می‌دهد. نکته دوم، دریافته‌های ما اسامی و مشخصات کامل، نشانی و روابط کاری 189 متخصص هسته‌ای و نظامی رژیم و پروژه‌های در دست هر یک از آنها کشف شده است که این لیست همچنان در حال تکمیل است. نکته سوم، در گنجینه به دست آمده اطلاعات دقیقی پیرامون اماکن حساس نظامی و علمی با کاربردهای دوگانه وجود دارد که
با تحویل مختصات آنها به یگانهای موشکی کشور در خلال جنگ 12 روزه بعضاً مورد هدف قرار گرفتند. نکته چهارم، همین بخش اندک از اطلاعات افشا شده همکاری رژیم آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی با رژیم جنایتکار صهیونیستی را نمایان می کند. علاوه بر آن اسنادی از اعمال نفوذ رسمی مقامات رژیم و سناتورهای آمریکایی بر آژانس و دریافت اطلاعات مربوط به برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان را بازگو می‌نماید. هرچند رژیم آمریکا با اختلاف بزرگترین حامی بمب اتم صهیونیست هاست، اما کمیسیون اتمی رژیم با اروپایی ها هم برنامه‌های متنوعی دارد. رژیم و اتحادیه اروپا یک کمیسیون مشترک برای همکاری‌های هسته‌ای تشکیل دادند و پروژه‌های راکتورهای هیدرولیک حرارتی را پیش می‌گیرند. فرانسه بزرگترین شریک رژیم در اتحادیه اروپا در زمینه تولید بمب اتم است. اسناد 160 پروژه مشترک بین فرانسه و رژیم وجود دارد که 4 پروژه ابعاد بسیار بزرگی دارد. مهمتر از همه پروژه ساراف برای تولید شتاب دهنده ها و تأسیسات غنیسازی در مرکز سورک است. این بخش از کشفیات سربازان گمنام امام زمان، گراف شبکه اطلاعات موشکی، پیشرانه و پهپادی رژیم اشغالگر است که شامل تسلیحات انتقال بمب اتمی نیز می شود. به جز این متاسفانه برخی سازمان‌های بین‌المللی نیز تحت نفوذ رژیم اشغالگر قرار دارند. برخی از دستاندرکاران تسلیحات اتمی و سلاح‌های کشتار جمعی رژیم از همکاران آن سازمان‌ها هستند. یک نمونه یانیو شاپوشنیک، متولد اکتبر 1981، رئیس بخش تحقیقات مرکز اتمی نقب که با یک سازمان بین‌المللی در حوزه راکتورها همکاری می‌کند، اما در واقع متخصص مدلسازی عددی انفجار بمب‌های اتمی با هدف حداقلی کردن میزان اورانیوم و پلوتونیوم مورد نیاز در چرخه انفجار بمب است. وجود این نیروها که در خدمت تخریب بشریت‌اند به عنوان همکار آن سازمان‌ها وضعیت وخیم آنها را بازتاب می‌دهد. نهادی که در برابر فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مواضعی خصمانه می‌گیرند، اما از سازندگان سلاح کشتار جمعی در میان صهیونیست‌ها به عنوان همکار استقبال می‌کنند. با وجود خدمات آژانس رژیم، اما در میان اسناد یافت شده معلوم شد که رژیم حتی از رئیس آژانس نیز جاسوسی می‌کند. عکس‌های خانوادگی و شخصی رئیس آژانس که در میان اسناد خارج شده از اراضی اشغالی وجود داشت نشان می‌داد که این رژیم در حال جمع‌آوری اطلاعات از رئیس آژانس بوده است. رژیم اشغالگر هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و به هیچ کس وفادار نمی‌ماند. تعداد قابل توجهی از کارکنان دستگاه‌های هسته‌ای و نهادهای نظامی و شهروندان عادی رژیم با وزارت اطلاعات برای دستیابی به انبوه اسناد به دست آمده و انتقال آن اسناد از لایه‌های تو در توی حفاظتی رژیم به ایران عزیز همکاری کردند. 2 انگیزه غلبه داشت. یکی انگیزه مادی، یعنی دریافت پول، و دیگری شدت تنفر از به اصطلاح نخست وزیر فاسد جنایتکار رژیم و گرفتن انتقام از او. اکنون
من به این رذل قاتل میگویم به جای حل مشکل آب ایران به فکر رفع مشکل نان عده کثیری از کارمندانت باش که با انگیزه کسب پول با ما همکاری کردند و همین الان هم در حال همکاری هستند. علاوه بر آن میخواهم راز تلاش رژیم صهیونی برای القاء نفوذ در میان مردم و مسئولین را افشا کنم. رازش در شکست تاریخی جنگ 12 روزه و نفوذ عمیق سربازان گمنام امام زمان به درونی ترین لایه‌های محافظت شده رژیم است. افسانه نفوذ را تولید و متاسفانه عده‌ای در داخل هم بر آن دمیدند. ما تعرض اطلاعاتی دشمن نسبت به برخی افراد سست عنصر داخلی را هیچگاه انکار نکردیم. از جمله یکی از این خائنین شناسایی، محاکمه، اعدام و اعلام گردید که باید از قوه قضاییه تشکر کرد. همکنون نیز پرونده های جاسوسی دیگری را در دست اقدام داریم، اما تلاش مذبوحانه رژیم آدمکشان حرفه‌ای برای پنهان کردن نفوذ بزرگ وزارت اطلاعات در دژها، پستوها و صندوقهای حفاظت شده آنهاست و نیز برای عملیات فریب، به خصوص پوشش دادن به روش‌های فناورانه کسب اطلاعات از کشور ماست. انشاءالله در آینده و در استمرار افشای اسناد گنجینه اطلاعاتی به دست آمده به آنها خواهیم پرداخت. در پایان از درگاه الهی با زبان قاصر خاضعانه تشکر می کنم و متواضعانه در مقابل ملت ایران تعظیم می نمایم و از همگان دعا و حمایت از سربازان گمنام امام زمان را خواستارم و السلام علیکم و رحمت الله.